مکتوب‌های استاد عینی جزئی از تاریخ پرحادثه ملت ماست. مکتوب‌های عینی افشاگری راه پرشیب و فراز و ناهموار مردم تاجیک در جاده تاریخ سازی است. مکتوب‌های استاد عینی بیانگر تلاش‌های بی‌دریغ او در جاده دولت سازی نوین تاجیکان است. سامیان عزتمند، حالا شما از بخش خوانش ادبی مکتوب‌های استاد عینی را با نویسندگان و اندیشمندان همزمانش با چهره‌های علم و ادب تاجیکی در تهیه، تحریر، برگردانی و نشر آن کارمندان اینستیتوت زبان و ادبیات به نام رودکی اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان، ادبیات شناس انزورت ملکزاد و گلبهار عثمانова سهم گذارند. در قرائت هنرپیشه خلقی تاجیکستان نورالله عبداللهیف شنوید. با عظیموف می چهارمی ماه 6 سال 41. سرژانت رفیق عظیموف، تبریکنامه 27 اپریل به نام من فرستاده اتان در دوم ماه ایون به من رسید. سبب دیر رسیدن مکتوب این است: من دائما در شهر سمرقند زندگانی می کنم. شما مکتوب را به استالین آباد به آدرس تئاتر فرستادید. تئاتر که آدرس مرا نمی داند، مکتوب را به سیوز نویسندگان تاجیکستان فرستاده است و او به من ناعلاج دیر مانده است. من به تبریک شما هم از جانب خودم و هم از جانب رفیقان صمیمانه و از تگ دل تشکر بیان می کنم. تبریک شما بر این جنگاوران که وطن عزیز سوسیالیستی ما را مدافع می کنید. برای ما ارباب علم، ادبیات و صنعت بسیار پرقیمت است، چون که جانسپاری شمایان در راه مدافعه وطن در زیر رهبریت پارتی کبیر لنین استالین به ما زندگانی آسوده حالانه را تیار کرد که ما هنر و صنعت خود را پیش بردیم. شرف باد به مدافع کنندگان وطن. شما یک نسخه از پیسه اتلو پرسیده بودید. در دست من یگان نسخه هم نیست. در سمرقند یافت نمی شود. من با دعوت سکه پارتی تاجیکستان برای سوشانیه که درباره تاریخ تاجیک و تاجیکان شده نیست، باید در اولهای ایون به استالین آباد روم. اگر در آنجا به دست درارم، یک نسخه به آدرس شما میفرستانم. با سلام رفیقانه عینی. خبرهای ناز، همین گونه مژده‌های فرهنگی در نامه‌های استاد عینی سرشار است و استاد عینی در نامه هم درباره وضع معیشی و حالت عیش و عشرت خانوادگی صحبت نمی‌کنند. هر یک نامه استاد صدرالدین عینی یک کشفیات تازه علمی است. درباره اهل علم، درباره استعدادها صحبت میکنند، درباره کشفیات‌ها صحبت، درباره تاریخ خلق تاجیک صحبت میکنند. صدها بار ما باید این نامه‌ها را خوانده و بزرگی استاد صدرالدین عینی ایمان بیاوریم، باور حاصل کنیم و خودمان تحقیقات‌های درباره عینی نویسیم. هر یک نامه‌ای که استاد صدرالدین عینی نوشته‌اند، هر یک بیان کننده یگان پهلوی مهمی حیات استاد عینی بوده است. نامه‌های سرنوشت ساز و تاریخ ساز ملت. نامه‌های اصالت‌آفر و آرمانگرای ملی. نامه‌های خودشناسی و خودآگاهی ملی. نامه‌های افتخار برانگیز و هویت سازی استاد بزرگ صدرالدین عینی. رفیقان قدردان، در دنیا هیچ دولتی و خلقی نیست که مانند دولت و خلق تاجیک اهل علم و ادبیات را به این درجه حرمت، غمخواری و قدرشناسی کند. به ملاقندف 11 ماه 6 سال 41. سمرقند، علوسه لبیغار، دام نمر 103.
رفیق ملاقندوف، مکتوب 4 ایون فرستاده تان رسید. با تبریکتان تشکر می نمایم. سلامت باشید. مقاله شما در وقتش چاپ شده برآمد. درست است که در مقاله در قسم تکلیف ها بعضی کمبودی ها هست، چنانچه من با آن کمبودی ها در مکتوب اولی خود اشارت مخفی کردم. اما اهمیت مسئله در این است که چنانکه خودتان هم در مکتوب گفته اید، در ماده پرفساد سخت پوست یک نشتر سخت آبدار زدند. اکنون پی این را گرفته هر روز فسادهای جمع شده را پیش تازه کرده تربندی کردن لازم است تا که جای آن ماده به آن که به جاهای دیگری بدن سرایت کند به و سالم شود. شما به این کار جلب شدن اولوزاده، عبدالشکور و احراری بر این جوانان خوشسواد دو سواده را آرزو کردید. این آرزوی خود را هم به وجود آمده شمارید می شود. درست است که اولوزاده در امثال این کارها قدر تنبل است و هم رنجاندن آدمها را آنقدر نمی خواهد، اما عبدالشکور و احراری در این نیت تیارند. خصوصا احراری در این کار 1 سال باز تیاری هم می بیند. فقط سال آخرین مکتب او با او مانع شد که محصولات خود را به میدان برآورد. بعد از امتحان دولتی و استراحت چند روزه به این کار مشغول خواهد شد. بعد از آن که یک چند نفر جوانان معلوم به این کار درآیند، اولوغزاده هم چار و ناچار از قطار نخواهد برآمد. در خصوص من شما قدر رویکی فکر کرده اید. اگر من در مسئله ترجمه به تنهایی و خودم مستقلا همراهی کنم، یک کار خنده‌زار می شود. این مثل همان می شود که بعضی ها نه زبان روسی را می دانند و نه زبان تاجیکی را، اما شر نکرده ترجمه می کنند. من که به جای یک جمله ترجمان یک جمله دیگر را تکلیف می کنم، لازم است که خودم تکست جمله ترجمه شده را پاکیزه و تماما دانم. شما می گویید که من زبان گزیت را ابزار کنم. در این هم همان مشکلی هست. مشکلی دیگر در این است که من از ردکسیا در مسافه دور زندگانی می کنم. وقتی که من نادرستی یک جمله را از سمرقند استاده نشان دادم، صاحب آن جمله نادرست داد زده پیش محرر رفته سخن خود را در روسی همین طرز جمله هست گویان مثال ها نشان داده اثبات کردنی می شود. حتی بعضا اثبات هم می کند اگر محرر بی‌قوت‌تر باشد. من مانند این حادثه ها را بسیارها در تحریر اثرهای اوریجینالی ادبی بعضی رفیقان دیدم. ویرانی جملهش و نادرستی بعضی کلمه ها و ترکیبهایش را نشان می دهم. آن ادیب با کمال احترام ریاکارانه خم و راست شده می گوید می بخشید در روسی در همین موردها همین طرز می گویند، و حال آن که من خوب می دانم که آن مردک روسی را چنان که برای یک ترجمان و حتی برای یک مطالعه‌چی لازم است نمی داند. بنابراین مسئله را از ترجمه ها که ماده اساسی است به واسطه دو سوادگان سر کردن در کار است. اما اگر لازم شود در تحریر مقاله در قسم تکلیف ها ممکن است که من به صاحب مقاله کنسولتاسیا دهم. شما از دراز شدن مقاله‌تان و به این سبب به گزیت درج نشدن آن گپ زدید. چنان که خود گفته اید آن مقاله را به طرز سلسله مقالات به یک چند مقاله تقسیم نموده با عنوان مقاله یکم و دویم چاپ کناندن و این کار را دیر نماندن ممکن است. مسئله مدنیت تاجیک و از این جمله مسئله زبان ادبی بعد از دکاده باز هم مهمتر گردید. خصوصا رهبران بزرگ و مطبوعات مرکزی همه کلاسیک ها را از فردوسی گرفته تا سعدی و حافظ از آن ما شمردند و این چنین گفتند که خلق تاجیک با صنعت خود مدنیت قدیم و نام تاریخی خود را اثبات کرد. مضموناً مادام که کلاسیک های بزرگ از آن ما بودند، ما باید در زبان ادبی امروزه خود هم میراثخوران حقیقی آن کلاسیک ها بودن خود را اثبات کنیم. یکی از عالمان اروپایی کی بودنش را فراموش کردم
گفته بود که دشمن قتال زبان ترجمان است. ما باید در نوبت اول با این دشمنان قاتل زبان، کشنده زبان، نه تنها ویران کننده زبان، حمله سخت متشکلانه آریم. کسانی که زبان را به واسطه خواندن ترجمه ها آموخته در تحریرات خود کار بفرمایند، خود به خود بی‌عراق شده میمانند و مجبور میشوند که تسلیم شوند و به جای آن ترجمه های خوب زبان زمانی را یاد میگیرند. ترس اساسی من حالا از دو لغت است که در تحت تحریر است. یکی لغت روسی تاجیکی، دوم لغت تاجیکی روسی. چی نو رفته ایستادن کاری لغت روسی تاجیکی را یک درجه می دانم. اگر ترتیب دهندگان و محرران اساسی کار خود را نه در مناظره که بیشترین وقت به مکابره آید می کنند نمی ماندند، خوب شدنش ممکن بود. حیفا که این کار به دیگر نو رفته ایستاده است. کار لغت تاجیکی روسی هم بد است. حرف که را پیشتر دیده فکر خود را گفته بودم. امسال در مسکو باز یک صحیفه نمونوار را دیدم. اگر کتاب همین طرز تحریر یابد، هم به روس ها و هم به تاجیک ها اسباب غلط آموزی زبان تاجیکی می شود. حالا گپ فروشی را بس کنم. به سلام رفیقانه، عینی. سامعان عزتمند، یادرس می‌شویم که شما از بخش خوانش ادبی مکتوب‌های استاد عینی را با شخصیت‌های بزرگ زمانش که دارای اهمیت مخصوص علمی و ادبی‌اند در قرائت هنرپیشه خلقی تاجیکستان نورالله عبداللهیف از رادیوی فرهنگ شنیدید. در تهیه و پیشنهاد گفتار سهم گذاشتند صلاح‌الدین نورزاد و لطفیه قربانова. انجام خوانش ادبی شاد و مسرور باشد. عمری عینی از برای خلق صرف خامشو، خلقی ما را دفتری عینی شهادت نامشو. عمری عینی از برای خلق صرف خامشو، خلقی ما را دفتری عینی شهادت